محمد عاقل بیرنگی کهدامنی. این نام بین اهل علم و ادب فارسی زبانان جهان خیلی معلوم و مشهور است، زیرا جایگاه استاد در شعر فارسی داری و خدمت‌هایی که بهر زبان و ادبیات فارسی انجام داده است خیلی بزرگ است. بیرنگ کدامانی شخصی بود که شعر میخوان، شعر خوب میخوان، غلط نمیخوان و همگی استقبال میکرد. چه بدبخت روزگاری که ما بیرنگ نداریم و بیرنگی که برای ما رنگ داده بود، او رنگ هم از بین رفت. رنگ، خوشی، آرامی. 11مین شبنشینی شب شعر پارسی که از جانب کانون همیاری پارسی زبانان لندن برگزار شد با یادبود شاعر معروف افغانستان محمد عاقل بیرنگی کهدامنی بخشیده شد. مختص امروز البته به خاطر گرامی داشت از یکی از شاعران مشهور و شاعری که بسیار آثار فرهنگی را از خود ماندگار مانده، مخصوصا در تعبیر، در مهاجرت، از نوشته هایشان که کل همی حقیقت هایی که در غربت یک مهاجر چه چیزا را با پست و استخوانش لمس میکنه، این آثار ایشان البته خلق کردن و اونا جز آقای کهدامنی کس دیگه نیستن. محمد عاقل بیرنگی کهدامنی در وادی شکردره کهدامن واقع در شمال کابل به دنیا آمده است. معلومات ابتدایی را در خود کابل و بلخ گرفته است. سپس به ایران رفته نازکی های زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران آموخته است. من افتخار میکنم که از جمله رفیقای بیرنگ کدامنی بودم و توانمندی و قدرت شعری و ادبیات روان بیرنگ کدامنی را هر روز حس میکردم، چون هر روز با هم می بودیم و شعر می سرایید. در مجموع تمام کتابایی که چاپ کردن در لندن همیشه با خود داشتیم و همیشه خودم دیدیم. یکی از جمله همین کتابش است، لوح سبز شگفتن. اینا آثار بسیار ارجمندش بود. اما مهمترین اثر که بیرنگ کدامنی داشت پایه‌گذاری مجله پیوند بود در تاجیکستان که برای رشد زبان ادبیات دوستا و عزیزای آسیای میانه ما، صرف نظر از اینکه به زبان فارسی صحبت میکردن یا تاجیکی صحبت میکردن یا ازبکی یا ترکمنی، همشان بیرنگ کدامنی را دوست داشت و شعر بیرنگ کدامنی را و شیوه نوشتاریش، ادبیاتش به حد دوست داشت. یکی از شاخصهای بسیار مهم و برجسته بیرنگ کدامنی همی بود با هر کسی که مقابل میشد میخواست به لهجه و زبان ادبیات فارسی دری خود ما صحبت بکنه و این برای زندگی را بیرنگ کدامنی داشت. با وجودی که تعداد زیاد دوستای ما که به ایران تحصیل کردن به لهجه ایرانی صحبت میکردن و یا در شوروی تحصیل کردن در روز زمان به لهجه مکس روسی صحبت میکردن، اما بیرنگ کدامنی اینگونه نبود. بر زبان ادبیات بسیار استوار بود. بیرنگ کدامنی صفحه جداناپذیر و فراموش نشده تاریخ زبان ادبیات فارسی برای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، ایران خواهد بود برای نسل‌های آینده. در چاره‌بینی به سخن برآمدگان عاید حیات و زندگانی و ایجادیات پرمحصول شاعر، خدمت‌های شایان او بهر رشد زبان فارسی حرف زده چند از شعرهایش را قرائت نمودند. در صبحدم ملولم و در شام خستم، چنگ زیاد رفته و تار گسستم. امید باز دیدن یار و دیار نیست، هم در قفس اسیرم و هم پر شکستم. برخیز که پامال خزان شد چمن تو، بردند به تاراج شکوه وطن تو. ای ملک بخون خفته ز بیداد شیاطین، ای ملک بخون خفته ز بیداد شیاطین. فریاد کند نزد خدا مرد و زن تو. آقای کدامنی متاسفانه خیلی حساس بودن نسبت به اجتماع، نسبت به جایی که داشتن زندگی میکردن و اون زندگی نبود که ایشون دلش میخواست باشه. در ایران موفقیت هایی داشتن، در کابل همینطور، در جاهایی که بودن، تاجیکستان همینطور، ولی در لندن
به خاطر تنهایی و به خاطر اینکه فعالیت‌های اجتماعیشون به حدی که دلشون میخواست نبود، دلشون نمیخواست توی این کشور باشن. در بخش نوبتی شب شعری فارسی که در آن شاعر و نویسنده، سراینده و نوازنده و عموماً هواداران شعر شکربار فارسی از جمهوری‌های افغانستان و ایران، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند، از نمونه‌های شعری سفید و ممتاز فارسی بهر حاضرین قرائت کردند. قصه‌ام ساده و کوتاه است، ماجرای یک زن یا چند تا که پا گذاشت به دنیا ماما، همون دکتر آن روزها، با زبانی الکن و با شرم و ترس داد خبر سالم است مادر، فقط بچه است دختر. چه حافظ کو دهد بر ترک شیراز، سمرقند و بخارا با دل باز. منم بخشم کنون پاریس و لندن، برای پارس شیراز هم دل و تن. به زمانی که محبت شده همچون افسانه، به دیاری که نیابی خبری از جانانه، دل رسوا دگر از من تو چه خواهی دیوانه، جز آواز دلم زمزمه ساز دلم من به فغانم. ای دل چه بگویم و از شررت چه بجویم، حیرانم. خلاصه اشتراکچیان چاره‌بینی گویا بیت معروف فردوسی را تقویت می‌داد که گفته است: نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. واقعاً نام شاعر معروف بیرنگ کوهدامنی را نیز شعرهایش زنده و جاوید خواهند کرد. فرخ یلداشف از لندن مخصوص برای آریان. بلکه شاعر ایران و شاعر تاجیکستان بود.